مغالطه شماره 2. مرد پوشالی استرومن. اسم لاتین استرومن. معنی: ساختن یک نسخه ضعیف و تحریف شده از حرف طرف مقابل و بعد کوبیدن آن. تعریف ساده: به جای پاسخ دادن به حرف واقعی طرف مقابل، یک نسخه اغراق‌آمیز، ساده شده یا تحریف شده از آن می‌سازیم و بعد همان نسخه سادگی را رد می‌کنیم. نسخه ساختگی را رد می‌کنیم. یعنی این که به عنوان مثال شخص آ میگوید X، شخص B میگوید پس تو میگویی Y، که Y تحریف X است. سپس Y را رد می‌کند، پس ادعا می‌کند X غلط است. مشکل این قضیه کجاست؟ Y همان X نیست. مثال ساده: علی: به نظرم باید کنترل بیشتری روی فروش اسلحه باشد. رضا: پس تو میخوایی مردم کاملا بی‌دفاع شوند و دولت دیکتاتور شود. خب حالا مشکل این استدلال چیه؟ علی چون این چیزی نگفته، رضا یک نسخه افراطیش ساخته و اون رو کوبیده. مثال رسانه‌ای: کسی به عنوان مثال میگه باید درباره تغییرات اقلیمی جدی‌تر باشیم. طرف مقابلش میگه پس شما میخواید تمام کارخونه‌ها بسته بشه و اقتصاد نابود بشه. این همون مغلطه مرد پوشالیه. خب فرقش با حمله شخصی چیه که در ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم؟ در مورد حمله شخصی باید بگیم که اونجا حمله به فرد صورت میگیره. در مورد مرد پوشالی اینجا تحریف صورت میگیره، یعنی حرف اون شخص مورد تحریف قرار میگیره. خب حالا یه تمرین با هم انجام میدیم. به من بگید که این مغالطه هستش یا نه. شخص آ میگه که باید بودجه نظامی کمی کاهش پیدا کنه و به آموزش اختصاص داده بشه. شخص بی میگه پس تو میخوای کشور بدون ارتش بمونه و دشمن به ما حمله بکنه. خب به من بگید که این مغلطه هستش یا نه. فعلا تا ویدیو بعدی.